چون که من نمیدونستم که با تو من نموشی مهم بوده. تو فکر میکنین همش در یک روز شد. خسته شدم. این فیلم کوتاه نخستین کار فیلمساز جوان امید ترسونووا است. نخست نمایش آن که به نام قهرمان اساسی شیرین نامگذاری شده است، شام 2 اکتبر در شهر دوشنبه برگزار گشت. فیلم نامه را خود امید نوشته، نوارگیری آن را کارگردانی کرده است. سینما آدم را خیلی قوی میکند. خیلی وقتی وارد سینما شدم خیلی قوی شدم. وقتی که کارگردان میشوی اولین قدم هایت رو میمانی، متوجه میشی که تو رو متوجه میکنم که جنس یا سن و سال در این فیلم در کارگردانی فرقیت ندارد. وقتی کارگردان شدی خودت نمیتوانی شخصیتت را بسازی، برای تو یک شخصیت میسازم. امید ترسونووا نخواست درباره آنکه فیلم چگونه روی نوار آمد و آیا خواسته هایش عملی گشتند با رسانه ها صحبت کند. فیلم شیرین از مشکل خانوادگی یک جفت جوان قصه می کند. حیاتی آرام و آسوده یک خانواده پس از رویداد به زندگی پرماجرا تبدیل می یابد. شیرین با ماشین شوهرش سعید به صدمه دچار و سبب آغاز جنگ و جدال در عائله می شود. خیلی جالب است که کارگردان یعنی که صنعت‌های بدیعی سینما را استفاده برده است و صنعت تشبیه است. فرض کردیم ماشین را به زندگی تشبیه داده است. صدمه خوردن زندگی را با صدمه خوردن ماشین تشبیه داده است و یعنی که خلاصه این فیلم هم همین است که یعنی که زندگی میتوند که پس از صدمه نه چندان دهشتناک هم ادامه یابد. از این جهت خیلی خوب است. مثلا یک مشکل یک جامعه را نشان داده است، مناسبت‌های زن و مرد را تصویر کرده است. خوب است. مشکل خانواده های جوان که در بیشتر موارد با فروپاشی عائله انجام می یابد همیشه یک موضوع داغ در جامعه تاجیکستان است. هنرمندان تاجیک میگویند این گونه موضوع ها باید بیشتر روی نوار آورده شوند. و داغ امروزه عائله های جوان را، مناسبت های خوشتامان کلیم، پدر و پسر، یعنی همه این را ما باید روی اکران بیاریم و این گونه اگر کارگردان های جوان در ساحه سینما، در ساحه کینو اندستری تاجیک زیاد باشد، همون قدر بردی ما می شود. فیلم 20 دقیقه‌ای شیرین را مؤسسه دولتی تاجیک فیلم تهیه کرده است. بودجه فیلم گفته نمی شود. تهیه‌گران آن و نمایندگان مؤسسه نیز نخواستند در این باره صحبت کنند. سینمای تاجیک سالهاست مورد انتقاد است. برخی میگویند فیلم هایی که سالهای اخیر برداشته می شوند در خور روز نیستند. کارگردان ها بعضی از این تنقیدها را قبول دارند، اما میگویند در حد توانشان فیلم تهیه می کنند. سینما در تاجیکستان الحال اساساً از طرف دولت سرمایه گذاری می شود و فیلمسازان آن را ناکافی می دانند.